دف خیلی صداش زیاده. ما هر کاری بکنیم نمیتونیم جلوی صدای اضافیشو بگیریم. اما دو روش میخوام بهت یاد بدم که یه جوری دف رو بذاری زمین که صداش به حداقل برسه. یک، دست مخالفتون میذاری بالای دف، آروم میگیریش و در جهت مخالفی که گرفتیش میذاریش زمین، کنار صندلی و یا کنار پات. صدایی نداره. وقتی هم میخوای برش داری با همون دست بلندش میکنی، برای یه دست پایه قرارش میدی. دو، یه روش آکروباتیک که چشم نوازم هست، هم برای خودت هم برای کسایی که دارن نگاه میکنن. دف رو با همون دست پایه که گرفتی یه حرکتی چرخشی میدی و در همون جهت میذاریش پایین. یه صدای شره میده، صداش قشنگه. وقتی هم میخوای برش داری میچرخونی میاریش بالا و بعد شروع میکنی به دف زدن.